با درود خدمت دوستان گرامی، در این درس کوتاه از درس‌های آلمانی فارسی .com میپردازیم به دو مورد: رشوه دادن و رشوه گرفتن. ببینیم اینا رو چجوری بگیم. خب کلمات مختلفی وجود داره. فعل رشوه دادن بشتکن، بشتکن، این سه هاست، خ میده این، ولی ت صدای ش. بشتکن یعنی رشوه دادن. شما میتونید یه ماندین کسی را رشوه بدید. خب مثلا hat die Polizei پلیس را die Polizei bestochen، به پلیس رشوه داد، پلیس را رشوه داد. این حالت آکوزاتیو مستقیم میاد. hat die Polizei bestochen، سعی کرد به پلیس رشوه بده. hat versucht die Polizei zu bestechen، zu bestechen. فاعل جمله اول هست، فاعل جمله دوم هست، بنابراین یه تو این وسط اومده. درسای تو رو زیر همین ویدیو میتونید دنبال کنید، لینکشو میذارم. hat versucht die Polizei zu bestechen. ما به جای bestechen میتونیم از فعل schmieren استفاده کنیم. schmieren یعنی مالیدن. در واقع چیز مثلا حالت یه مقدار چر باشه بمالید روی یه چیزی. مثلا شما شکلات رو میتونید بمالید روی، یا عسل رو بمالید روی یه تیکه نون، درسته؟ Das ist auch schmieren. Die Schokolade, den Honig auf das Brot schmieren. و به جای اینا میتونم بگم schmieren. jemandem schmieren. hat die Polizei geschmiert. hat versucht die Polizei zu schmieren. مثلا die Beamten کسی که برای امت کار میکنه یا همون یه اداره خاصی. hat versucht die Beamten، اون کسایی که اونجا کار میکنن رو، کارمنده اونجا رو، zu bestechen. die Sacharbeiter یعنی مسئول. مسئول یا کارمند یه بخش، مسئول رسیدگی به کار شما. مثلا توی ادارات اینا Sachbearbeiter هستن. Sachbearbeiter. Sie oder er hat den Sachbearbeiter bestochen. Er wollte den Sachbearbeiter bestechen. bestechen میخواست بشتشن کنه، میخواست رشوه بده. خب این رشوه دادن به هر حال برای از فعل بشتشن و شمیرن میشه استفاده کرد. میتونیم بگیم شمیر، از شمیرن میاد شمیرگلد یعنی رشوه، شمیرگلد. یا بشتشون هم معنی رشوه است. شمیرگلد مثلا er hat Schmiergeld bezahlt، رشوه داد، رشوه پرداخت. er hat Schmiergeld bezahlt. یا er hat jemanden bestochen. میتونم بشتشون بچه میتونه رشوه باشه، حالا حتما پول نیست، هر چیزی میتونه باشه. Bestechungsgeld، یه اس بیاد بینش، بعدش هم گلد بیاد، مساوی شمیرگلد هست. در واقع همون پول هست. پوله، به اون پول رو به عنوان رشوه در نظر بگیرید، گلد داره، میبینید. ولی بشتشون میتونه رشوه معنی میده، هر چیزی میتونه باشه، یه زمین یا ماشین یا به هر حال هر چیزی. Bestechungsgeld پس به معنی Schmiergeld هست. Schmiergeld. Das Geld, das Schmiergeld. خب حالا پس این دادنه. حالا گرفتن چی میاد؟ میتونیم بگیم er hat Schmiergeld erhalten، دریافت کرد. er hat Bestechungsgeld erhalten، دریافت کرد. bekommen میتونیم بگیم er hat Schmiergeld angenommen، قبول کرد. akzeptiert، قبول کرد. erhalten، دریافت کرد. bekommen، گرفت. gekriegt باز معنی bekommen هست. به هر حال میشه اینجوری استفاده کرد. و یا میتونیم بگیم er ist یا sie ist. er ist bestechlich یعنی رشوه‌ای، یعنی میشه بهش رشوه داد. یا die Ämter، ادارات، sind in diesem Land، تو این کشور، bestechlich یعنی میشه بهشون رشوه داد. bestechlich. یا میتونیم بگیم corrupt کلمه از لاتین میاد، تو انگلیسی هم corrupt داریم، ولی bestechlich کلمه اصل آلمانیه. die Ämter sind in diesem Land bestechlich corrupt یعنی رشوه‌ای هستن Ämter یا ادارات. یا میتونیم بگیم die Ämter bekommen Schmiergeld، bekommen Bestechungsgeld. Man kann die Ämter، آدم میتونه die Ämter رو، ادارات رو بشتشن،
رشوه بده بهشون. پس اینا رشوه اگه میگیرن میتونیم بگیم sie sind korrupt. مثلا یه نفر که رشوه میگیره میتونیم بهش بگیم er ist korrupt. میتونیم wenn die Polizei in einem Land korrupt ist، اگر پلیس توی یک کشور korrupt باشه در واقع dann gibt es Probleme in diesem Land، مشکل وجود داره در این کشور. korrupt، پس یکی korrupt باشه یعنی رشوه‌ایه، میشه بهش رشوه داد، رشوه میگیره، که میتونه اداره باشه، شخص باشه، هر چیزی باشه. bestechlich korrupt. و Korruption ist ein großes Problem. Corruption تو انگلیسی، Korruption یا bestechlichkeit، حالا اینو آلمانیش هم میشه گفت ولی اینو زیاد میشنوید توی آلمانی. Korruption و korrupt. Die Ämter sind alle korrupt. Die Polizei ist korrupt. Die Regierung، یه دولت میتونه korrupt باشه. به هر حال Korruption ist auch ein wichtiges Thema in manchen Ländern. تو بعضی از کشورها. خب پس امیدوارم که اگر رشوه دادن رو یه من بشتکن یاد گرفته باشین و بدونید که شمیرگلد چیه، بشتشونسگلد چی است و این موارد. شما مثلا میگید حدی پلیسای میت گلد بشتوخن، اینجوری هم میشه گفت. حدی پلیسای اون پلیس رو با پول در واقع رشوه داد. حدی پلیسای میت گشنکن میت einem Auto bestochen، با هر چیزی bestochen کرد، با یه چیزی مثلا. پس میشه بگیم با میت یه چیزی رشوه داد، پلیس را با یه چیزی رشوه داد. میتونم بگم حدی پلیسای میت شمیرگلد bestochen، این هم میشه گفت. ولی وقتی بگیم bestochen دیگه کلیه، حالا یه چیزی داده، به هر حال رشوه داده. خب پس اگر توی این کشور پلیس کورپت نباشه اون کشور در واقع خیلی خوبه، یا این ادارات کورپت نباشن. خوشبختانه تو آلمان بد نیست، خوب هست کلا. به هر حال نمیتونیم بگیم 100% صفره ولی خوبه. خب یه تمرینم بهتون میدم، امیدوارم که این مورد رو رشوه دادن و رشوه گرفتن و چند تا واژه خیلی مهم رو یاد گرفته باشید. آلس گوته. لینک های یوتیوب، تلگرام و فیسبوک رو همه رو زیر همین ویدیو میذارم، لینک هایی که نیاز دارید. آلس گوته، فیل فولک، auf Wiedersehen. خب من یه چیز دیگه هم یادم اومد اضافه کنم اینجا، شاید براتون مهم باشه. به حالت مجهول بخوایم بگیم، کسایی که مجهول رو میدونن، مثلا من میتونم بگم hat die Polizei bestochen، او پلیس را رشوه داد. حالا پلیس رشوه گرفت یعنی بهش رشوه داده شد، میتونیم بگیم die Polizei wurde bestochen. یا اگر بخوایم بگیم رشوه داده شده است به پلیس، die Polizei ist bestochen worden. Die Polizei ist bestochen worden. پس این هم دقت داشته باشید، ممکنه این استراکچر ها به درتون بخوره. حالت مجهولش هم مهمه برای رشوه گرفتن. رشوه داد، hat die Polizei bestochen، پلیسای بهش رشوه داده شد یا رشوه گرفت. die Polizei ist bestochen worden یا die Polizei wurde bestochen.